مدیتیشن رهایی از استرس و اضطراب. یه جای ساکت و آروم پیدا کن، جایی که بتونی چند دقیقه فقط برای خودت باشی. بدنت رو در یک حالت آروم و راحت قرار بده. میتونی در حالت نشسته و یا خوابیده قرار بگیری، طوری که فشاری روی بدنت احساس نکنی. حالا چشمهات رو ببند، نفس عمیق بکش، آروم از بینی نفس بگیر و از دهان آهسته بیرون بده. تمرکزت رو بیار روی تنفست. آهسته و عمیق. حالا حس کن با هر دم آرامش وارد بدنت میشه و با هر بازدم استرس و اضطراب از بدنت خارج میشه. نفس بکش و حس کن بدنت داره کم کم سبکتر میشه. شانه‌هات آزاد میشن، فکت نرم میشه، قلبت کمی آرومتر میزنه. به افکاری که وارد ذهنت میشن نگاه کن. اجازه بده این افکار از جلوی چشمهات عبور کنن. حالا با من تکرار کن. من در حال حاضر در آرامش کامل هستم. من به خودم اجازه می دهم که آرام باشم. من از استرس رها می شوم و به تدریج آرامش را در آغوش می گیرم. من به قدرت درونی خود ایمان دارم. من به قدرت درونی خود ایمان دارم. حالا آهسته و عمیق نفس بکش. تصور کن با هر دم یک نور وارد بدنت میشه و با هر بازدم این نور مثل رودخانه‌ای تمام استرس ها و اضطراب های تو رو از بدنت خارج میکنه. نفس بکش. دم و بازدم. حالا آروم چشمات رو باز کن و خودت رو خیلی آروم و رها حس کن. دوست دارم برام توی کامنت ها بنویسی که آیا این مدیتیشن بهت کمک کرده؟ نظر مثبت شما میتونه برام انگیزه‌ای باشه که تو این مسیر بمونم و با هم دیگه به این راه ادامه بدیم. ممنون که تا الان همراه هم بودیم.